هر کس باید دیوانه بشه که به جایی برسه. آدم نرمال به جای نمیرسه. آدم نرمال که 1000 تا کتابم بخونه به جای نمیرسه. دیوانگی است که به جای میرسه. دیوانه باید باشه. دیوانگی مهمه در زندگی. نباید خجالت بکشی که دیوانه ای. خب دیوانم. اون باید خجالت بکشی که خودش به عقل زده. خودش عاقل میدونه. 10 تا دکترا داره. من خودم 2 تا دکترا دارم. استفاده نمیکنم از تیترا پروفسور دانشگاه. خب آدم هست خودشون بالا تاخچه میزنن همیشه. خب خودش از جمعیت مردم جدا میکنن. ولی آدم باید با مردم عشق بورزد و دیوونهشون باشه. و اگه وقتی دیوونه نشی هیچ چیزی خلق نمیشه بدون دیوونه شدن. اجتماعی که هستیم همیشه خوشمون میاد که احساسات ما خیلی نگه داریم، خودمون عاقل نشون بدیم، خودمون مرتب نشون بدیم. نه بابا ول کن، این بندا رو ببر. خودمون زندانی کردیم با علم و دانه این و مقررات و زندگی و به این سلام بکن، به اون تعارف کن، به اون این بگو. دیگه زندگی نه، جهنم میشه این دیگه. این چه زندگیه؟ خوش به حال آدمای دیوونه. اونا هم که از زندگی لذت میبرن. آدم عاقل لذت نمیبرن زندگی. همش خودشو داره میبینه. دیوونه خود. هیچ دیوانه دنیا رو خراب نکرده. خودخواهی، خودپسندی، اینا که دنیا رو به هم. آدم دیوونه کاری با کسی نداره. خودشون تنها زندگی میکنن دیگه. اونا که واقعا رنگ به اجتماع میدن، اونا که به دنیا روح میدن، به حافظ و سعدی و اینا الهام میدن.